من همچون یک ایجادکار روزگار دیده که دامن 50 سال عمرم رو صرف کاغذ و قلم کرده پی بزرگان ملت برای هشدار فرزندان دیار به خاطر همزبان دور و نزدیک اثرهای زیادی رو روی کار آوردم و خواننده زمان پیشنهاد کردم. شکر خداوند تا دامن سازمان های بین الملل اثرهایم اعتراف شدند. سال 2001 مکافات بین المللی بین نویسنده های اجتماع نویسی عالم را صاحب شدم با اثری برای خودم بسیار عزیز، رامانی دوست داشته خودم، دیوانه. ولی دوره های آخر حس میکنم که مردم خاصت جوانان به خواندن توجه ندارند. کتاب گویا از اعتراف همزبانان ما بیرون شده است و استفاده نوی وسایل اخباری عامه، خاصه صفحه های اجتماعی بین المللی اینترنت جای همه ایجادهای گذشته و امروزه را پخش کرده در بین هواداران ادبیات، صنعت عامه و وسایل اخباری عامه موقع خاصه کسب کردند. برای همین من نیز به خلاصه آمدم که به طور دیگر موافق به طلب زمان باید کار و عمل خویش رو دیگر کنم، چون که ما در این تجربه 50 ساله کار و پیکار در میدان ادبیات با شخصیت های بزرگ چون استاد بازار و لایق و گلرخسار و شاه مظفر یادگاری و ایوبی و مومن قناعت و دیگر بزرگان ملت که در عصر 20 و اول عصر 21 کار ایجاد داشتن، امروز تماما دیگر رنگ گرفته است زندگی و حتی معیارها تغییر یافته. شاید اکثریت اونایی که امروز ما رو میبینند تصدیق هم کنند که در زمان ما وقتی که کمبود پیش می اومد یا که در یگان جای بیگانه که رهگم می زدیم یا یگان مشکلی سخت به سرمان می اومد، پیش رو ملیسه می اومد. وقتی که در راه روی یگان کوچه بیگانه، مثلا در جمهوری های همسایه، در ازبکستان، قزاقستان، روسیه، پریبالتیکا و دیگر شهرهای دور و نزدیک مملکت رهگم میزدیم یا یگان مشکلی دیگر رو حل فصل کردن میشدیم و با کوچه برآمده یکی چشممون با میلیسا میافتاد خرسند میشدیم. حقیقتا میلیسا تمام مشکل شهروندان آن زمان رو حل فصل میکرد. ولی امروز مشاهده میکنیم که یراق و دست رو میبینیم، یعنی حربیان رو، یا اینکه با میلیسا سری و سر میشویم، کوشش میکنیم که چشم او به ما نافتد و تا حد امکان حتی من شاهد بودم در کوچه های پیتر، در مسکو، در کیف
و دیگر شهرها حتی در الماتو که شهروندان توجیکستان وقتی که میلیسه رو در کوچه میخرند یا سری بسر میرن نه تنها چشم میپوشند حتی کوشش میکنند که گریزند تو اینکه اونها رو پیخست نکنند که شهروندی توجیکستان هستند.